شیوه لباسپوشی زنان در جامعه تاجیکستان. یکی سطر می پوشد اما جای کار نمی‌یابد، دیگری رویمال ندارد و در کوچه گپ‌های تحقیرآمیز می‌شنود. حنیفه رحمانова 10 سال است که سطر می پوشد. پیشتر در مکتب و حکومت محلی کار می‌کرد و به گفته خودش یک رویمال خرد داشت، اما پوشیدن سطر برایش مانع ایجاد کرده است. اصلا کار می‌خواستم کردن، منم مثلا تکستیل و گفتن که تغییر لباس از همین سطر دست کشید بعداً بیایید کار کنید. این یک 3-4 سال گذشت همین گپ بود. اراده لباس اروپایی را میپسندد. مشکل او با این لباس از سطر پوشان فرق میکند. دختر زیب رومال دارم، اگر رومال پوش میدم. شما با چه قبول میکنید؟ گوشم نمیکنم. مسئله لباس زنان در نشست کمیته دین هم صدا داد. مسئله پوشیدن یا نپوشیدن روسری در نگاه سند معیاری و حقوقی ما درج نگردیده است و این چه تشکیلات یا مؤسسه ترتیبات داخلی خودشون رو خیلی جاری نمایند، آنها تصمیم گرفته میتوانند. هرچند سطر رسما منع نشده است، تا سال 2020 مقامات تاجیک ضد چنین لباس زنان ریدهای زیاد گذراندند. مقامات این کار خود را پیشگیری از پوشیدن لباس بیگانه گفتند، ولی قشر محافظه‌کار جامعه آن را اسلام ستیزی معنی داد کردند. در پی انتقاد حامیان حقوق چنین رید و سنجش ها کمتر شدند. یک مسئول کمیته کار با زنان در صحبت بدون ثبت گفت تلاش های آنها برای دستکشی زنان از سطر پوشید ناکام شد. هیچ تحقیقات مستقلانه درباره شیوه لباسپوشی زنان در تاجیکستان انجام نشده است، اما مشاهده در خیابان‌های دوشنبه کافی است دیده شود که سطرداران کم نیستند. زنان خودشون سطر کنن، رومال بندنگنده نه چی نقضی داره؟ چی نقضی دارم؟ با حیا میشن. اما برخی میگویند سطر نباید چینکی آداب زن باشد، چون به گفته این همصحبت ما گاه زنان مجبورند که از پوشیدن روسری خودداری کنند. اسلام دور نیستیم. ممکن که من هم اگر کارگر نمی بودم، کارگری دولت که هر خیل مانع‌ها هست برای ممکن که من هم میپوشیدم. با این همه شیوه لباسپوشی باعث نمی شود که دختران و زنان میان هم دعوا کنند، به مانند این دو دوگانه که یکی سطر دارد دیگری نه.